سلام مادر سلام مادر برایت احترام مادر همه آن سختی ها بگذشت و پیشوازم برا مادر توی تنها امیدی من توی راهی سفیدی من رسید وقتی دعا گویی دعایم کن دعا مادر رسید وقتی. السلام علیکم، سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز ما در این طرفخانه نوبنیاد شهر سمرقند در درخت زنگار که از زبان انگلیسی ما پرواد کردیم ترجمه کردیم، البته برای تبریک کردن جشن زادروزی مادر عزیز زمیر خالا آمدیم. از مسافرت از نام عروسشان، از نام کلین پاشا دلافروزایتی، از نام فرزندشان، از نام فرخکه و از نام نبیره های عزیزشان تبریک میگویم. همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. زمین که میشمی؟ البته السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم زنبانوان، مادران مهربان، همه شمایان را با امروزین طرفخانه نوبنیاد سمرقند که ما چندین بار مهمان شدیم از آن ناز و نعمت‌هایش تناول کردیم. و زادروز زمیر خالا خوش آمدیتان میگویم. برایشان یک قرصک میزنیم که حیران و سورپرایز بدگه شد فهمیدیم نزدیکتر بستیم. و البته فرخکه بگم نشون به نزدیکتر اثر کنیم. زمیر خالا زادروز مبارک، روز تولد را، امروز میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. الان که آمدگی ما از نام فرخکه و از نام یک دخترت هم که در مسافرت هستند، از نام کلین پاشا هم، از نام دلافروزایتی که گفتن بسیار خرسند شدم از گفتنی هایشان. خدا با شکر که خداوند کریم من به یک تنه دوتا بیجان داد و دوتا داده جان. هر دویشان برای من پدر هستند، برای من مادر هستند. همچون گوهره که چشم فرزندان مرا نبیره هایشان را نگاه میکنند، مهر میدهند. من که مسافری با میگردم دلم تنج است، چون گفتم به الان خیلی مادران از حال و احوال، از تربیهشان، از درسهایشان باخبر هستند. در زندگی کمبودی های ما را روز کردند. آن چیزهایی که ما میدانستیم داستان کردند پیش همون خویش و تبار، پیش همسایه ها با مادر عروس برای من بیجان هستند، مادر مهربان هستند. زادروزشان مبارک باشد. همیشه دعا میکنند، دعاهایشان مستجاب بوده است. من هم مسافری با میگردیم، هر بار پیش پای پا خیریم اگر باز با سری بلند از پس کار میشویم. حکمتش را شنیدیم که دعای نیک مادران مستجاب بوده است. برای زادروزشان، برای بیجان عزیزی من، برای مادری مهربانی من رسانید که میرسد فوراً به گوشم الله‌های مادرم، میرسد فوراً به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم، زیر شهبال محبت های او گشتم کلام، گیرمو بر دیده مالم خاک پای مادرم، پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که استا گویم چی کردم من برای مادرم. مادران چنین ذات بودن که اگر با پای فرزند خال خلد با میجگانهای خود میگرفتیم، اگر ناگاه فرزند بیمار شود تا صبحی سحر همراهی علی همون فرزند شب را به صبح پیوست میکردیم. در سر گوهره فرزند نشسته الله‌های ناز را میخواندیم. این بزرگترین شخصیت برای فرزندان مادر است. در مابین هر دو دنیا ایستاده ما فرزندان را به دنیا میبیارند، با شیر پاکشان بابایا میرسانند، تعلیم و تربیه میدهند. این است مادر. از نام تمام فرزندانتان، از نام نبیره ها شما را تبریک میگویم و از شخصا از نام منصور امک شما را تبریک میگویم. چند سال شد تو اشتگیش به منصور امکتی؟ 41 سال. 41 سال با چند بار گل پدرک کردن شما؟ با راستش میگیم فقط یگان بارا. امروز من 40 سالگی عهد نکاح گیم خطا نکنیم. اگر علمی گل دسته زیبا خودشان گفتند که من سر شرم میدارم، از نام من خالجانات شرکت تبریک کنم. گل دسته علمی من خودشان با سپار گفتند. مایلش می قبول بکنید، می قبول کنید. زادروز مبارک باشد. مرحبا. تقدیم میکنید. مبارک باشد.
و البته اعضای فروخکه، اعضای دلافرزویتی، اعضای سه نبره عزیزتان انگشترین طلا است برای شما. فروخکه خودشان میگذارانند برای مادر عزیز. مرحمت بذارانید فروخکه، بذارانید خودتان. زادروز مبارک. امروز روزی خورسندی رو برایتان مبارکباد میگویم. البته میخواستیم نیت‌های نفس نیک را از فروخکه شنویم، بعد از آن از مهمانان. مرحمت. یک دهن. یک ساعت تمام شده. من بسیاری من بسام باشم. باید شما نزدیک‌تر. دیدم سکه مرحمت. السلام علیکم. اولش همه شما دیدم. زیبایی حالا بزرگم. من سالش چند سال گذشت نه فقط ماندگی عمرشون فقط سلیم عمر سلامت میده بیغم شده دور گشته گردم. همینش برای من حتی کلام یوسف صاف سلامت گردن سلی فرزند و سلی نمراشون. رحمت. فروخکه برای چنین مادر، برای مانندی که زمیر خدا چقدر سخن گویم کم است. برای فرزند البته دشوار است و از بین است که در چشم پدر مادر نگاه کرده من شما ناز میبینم، من شما حرمت میکنم، به شما بودنتون تصور کرده نمیتونم گفتن قین است، لیکن هر فرزند میخواهد که پدر مادر در سرشان صحت سلامت گردند. شخصا از این فروخکه میگویم مادر تو شکل بهترینی من، تو عطری آسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد بگردی خاک پای تو. این زر و زیور این مال دنیا بگردی خاک پای مادران برابر نمی شود. زادروزتان مبارک. نبیره ها تبریک میکنند می؟ بتان کنید؟ و هم باشون رقص و تیار بید. خیلی رقص و تیار باشون اگر امروز زادروز است. روز زادروز به البته شیرینی بوری می ارزد. از دو طرف مادر همچون قنات شده استعداد دو فرزندان یک جای شیرینی رو میبریم. مرحمت پیشتر میبریم. یک تا شما شفت میکنیم و یک جای شیرینی رو میبریم. Потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше. زادروز مبارک. اکنون زمیر خدا اینا بینید که همه دوگانه و پروانه زادروزتون که تبریک هستید. کدامشون کلاس کن؟ کلاس کنمشون نکنم دارم پیشکم کلاس کنم. نیت‌های نازشون رو شنویم ها؟ اکدام طرف رو؟ همین طرف بذارید بشود می؟ من امروز خانم‌ها روز زادروز شما بوده. صحت سلامتی عمری دراز بخت سعادت طلب میکنم. نبراشون بچه کوشون حضورش ببینم. خیجانشون که 7 ساله شود. همه وقت روز گندشون هم خیلی رود. روز گندتون هم خیلی رای شود. همه وقت. السلام علیکم مهمانان. من امروز افسنامه روزی تولدشان روز زادروزشان بوده است. من از تحت دل من اخیش برای نامکشان اولام نام اولام تبریک میکنم. شما به عمری دراز رزق فرامید. همین ماندگی عمرتون فقط خوشخرسندی بچگاتون روزکوی نیک شدیده. همین کوی وقت و کمال شدیدن نصیب گرداند. همه وقت هم خیلی روزکوی نیکتون با مهمانه
همین خیلی امیدش با شریک شده همین خورسندگی کتون با شریک شده لوی مکک بو این سولام این زیادتر کده همین رزاکوی نکاتونا گرزونه دیوی همین بچه کوی کلام کایسی اینو آینده با فرزندکوی اهل ساله اهل علم شود لوی مکک فقط رزاکوی نک بگید لوی مکک او کلام کدی قشت پیش شده تشکر حاجیان سلامت باشید مرحبا خانوی عزیز من امروز مهون همچه بدگونم لوم یعنی خواهرم جمیل آیتیه زیرت زیرشون با چی میگرد ازبکچه اونش چرالش میشد جغلی کاگی بدیم از نامی شهری مسافر بگشتگی بچه کومو بگزاد دیلی شهرزاد مدینه همونه آوی لاشون یعنی ملاکم اساتکا من آسونم شدین ان نامی هم موشون اویلوی خلیل فلر سلولسی مفتر ازتکشون خدا رحمت کند ان نامی هم موشون امی خلیل فایوشون سلولسیش تبریک میکنم همه وقت سرکی مومبا سرکی بچه کوشونبا سرکی نیبروشونبا سوخ سلامت گرده همه وقت هم خیلی خوشره شده گرده من همه وقت یونکشونبا هم خیلی شده گرده Assalamu alaikum, мehмонои азиз. Я на русском буду поздравлять. Только по-таджикски я знаю, но не очень знаю такие слова, не умею говорить. Я от всех соседей, от имени соседей наших, ваших знакомых, ваших детей, я всех хорошо знаю. Поздравляю с днем рождения. Живите долго, счастливо. Вот как они сказали, амин бачохоя, узраша дидагарди. Амин бачохоя, чашматона, худис ёш барин асра када, авайла када, ниго када гашти. Шумо ба рахмати калом. Ана амин невароя, духтароя, писароя, хамма мана бачачо калом шусин. Mana Qudotun hamja, иноям йордам дойсин, инобаям рахмат. Всем спасибо за внимание. رحمت در شهر سمرقند ما خواه آن زبان روسی باشد خواه ازبکی باشد بربرید مابین است و زبان تاجیکی را همراه میکنند و البته در آخر سخن خود باز با تاجیکی حرف زدن و از خدا خودم میشنویم. مرحبا Hayman kapanıysam ben onu da. Sabahın çok sağlamak geldi seni bacım. Ben çok sağlamak geldi. Bacım kalın kırk onu. Rahmat. Akram Zamira Khola, بانگاه قرض شدن، آنها قرض از رقص شامکتی اثبات میکنند سخنهای تبریکاتی را. ما با سرودهای شیخ میمانیم برای شما، برای همینجا بودگی همه مهمانان یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. البته امروز زادروزی رو با یک درجه اعلی میگذارونیم. زادروزتان مبارک. برهم سرودها برای شما. Beni bekçeyi bedon, taşkent babuş amede don. Hep bize ge bakış
Gelirsin. بیننده های عزیز، امروز ما مادر عزیز امیر خاله را از نام فرخکه، از نام دلفروزایتی، از نام نبره های عزیزشان در جشن زادروز تبریک کردیم. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید، سلامت باشید، روز خورسندی ببینید.